امیدوارم حالتون خوب باشه. من کریزی کتم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خب من پلنم این بود که من نظرم به این بود که تا نهار اینجا باشیم، نهار رو بخوریم، بعد ظهر هوا گرمه هیچی، عصر مثلا ساعت 4 پاشیم بریم بیرون تا بخوریم، بعد بریم خونه مادواره یه ساعت هم اونجا باشیم. تصمیم گیری برای نهار کنید. اگر که نمیدید زنگ بزنم دوست بابام برامون نهار بیاره. چیز خوشمزه. اشوری که این ما خودتون رو میماری. بریم آشپزی با مریم جون. بریم. میخوایم بریم نودل بگیریم. یه بوس نمیدیم. دیگه نه سبزیجات مریم سبزیجات در ندارم. نودلی که کومان گفته نه هنوز نگفته ویدیوش نگفته. نودل چی بخوریم؟ بابا چون این سبزیجات رو برداری بلوبری واقعا خوشمزه است. اگه میخوام کومان چیزی نگفته بستنی نگفته. مامان برام یه شامپو بچه برمیداری؟ اینو برام میخری مامان؟ سال بزن تو بیاره. آره بچه زوره هر کی جواب نداد بستنی رو با دوغی که از دیروز مونده دوغ میرزی تو لیوان بستنی تو بزنی توش میخوری. آره دیگه ترش و شیرین و وایسی در بعد سوال پیدا کنم. خب بیا چی بزنم؟ سوالهای جنجالی جورت. اینا چه سوالاییه؟ تا حالا تو بازی تقلب کردی؟ قرار باشه به جزیره دور افتاده بری کدوم یکی از اینا که تو جمعنو میبری با اوه هم ببینم کدومتون دلغک‌تری چون حسنم بالاخره سر الو آقا من میپرسم اگه مثلا فردا داری میمیری اولین کاری که میکنی، اولین حسرتی که به دلته که میخوای انجام بدی چیه؟ تا صبح بچه دار نشدم. یه شبه میخوای بچه بیاری؟ یه شبه نه میگی حسرتی که به دلت میمونه که دیگه هیچ وقت نمیتونی انجامش بدی. خب نه یه کاری که بعد انجامش میدی بعد میمیری مثلا. میشه انجامش بدی. دزدی میکنم. نه تو چی؟ پسر خودم قطعا جرأت بدید اگر خب نبود این بریزی به این بخورید. شرم آورترین کاری که تا به حال در قرار ملاقات انجام داده چه بوده است؟ قرار ملاقات منظورش دیت رفتیم. یه کاری کردم واقعا شرم‌آور بود، بعد بدتر از همه اون جلوشو نگرفتم. اگه جواب ندی برای اینو بخوریم باشه میخورم. نمیتونم جواب بدم. بابا مگه چه گوهی خوردی؟ دوستان خوبه ولی دیدی دلال داره. حالا میگه خوشمزه. اگر با یک جن ملاقات کنید 3 آرزوی شما چه خواهد بود؟ با یک جن ملاقات ها برای عاشقش بودم. نمیدونم چرا دارم جدی میگم. انقدر رومان. من 3 چیز که ازش میخوام اینه که یکم بتونه اگه طرز فکر بابا مامانم رو به روز رسانی کنه، مثلا اوپن مایند بزن یکم خوشحال میشم. بعد کلی لباس میخوام ازش. من یه دونه که نه کفش خیلی دوست دارم. خب والا چرا نمیگیم پول بهمون بده؟ نه پول مهم نیست، پول نمیخوام. از این 3 تا چیزه که این 2 سال سریع تموم کنه بره، کلی کفش، 3 برم پیش بهنود زندگی. نه وایسید اگه این 2 سال بگذره من میتونم برم پیش بهنود. پس 2 تا آرزو یکی میشه. آرزو نمی‌کنم منو پسر کنه. به چه کسی بیشتر در اینجا بیشتر حسادت میکنی؟ چیزی دارین مگه؟ بعضی اوقات به مریم حسودی میشه به خاطر مام باباش. من چون مام بابا ندارم به همه حسودی میشه چون من یتیمم. من از وقت با آتنا به خاطر هنرمش آره دروغ میگی تو یک دروغوی کثیفی. حالا دستتون رو کردید تو دماغتون بعد بکنید تو دهنتون. آره بچه بودم من الان یه جا میمالم. اون موقع تا پیش
6 دبستانی تقریبا میکنم رو دهنم. من با کیا دوستم؟ جذاب ترین فرد مشهور از نظر کیه؟ تو که همون اسپانیاییه. کاش میدونست وجود خارجی دارم. بعد حتما چیز بگم؟ منظورم که مرد باید باشه حتما. آنجلینا جولی واقعا نه دخترش خوشگل‌تره. این از براد پیت و آنجلا جولی. الان من آنجلا جولی شوهر براد پیت. نه ببخشید براد پیت. دولیپا هم خوبه. بکنم زشت داره. همین داشتی دیشونه رو کنی این باباشه. نگاه کن. این که دوالیپا نیست ولی من بابا میخوام. من بابا میخوام. من یتیمم. نوبت توه. لوکس نمیدونم خیلی Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, love is your creation. Turn it off. خب اسمت رو نمیانم رفت. چی شد که الان داریم تمومش میکنیم؟ تموم شد دیگه داریم میریم خونه. خب دیگه تموم شد دیگه برید خونه هاتون تا این ویدیو دیگه. خداحافظ.